آسایش روح روان انسان از دادرداری است و عکداری است و پا و خواهرداری است. من از روی تجربه براتون میگم. وقتی که در یک جلسه نشستم دیدم که موسفید، چون ما صحبت میکردم از پیامد ناگوار قهرگی کار خوبی نیست، با آیات قرآن با حدیث که قهری نباش، بخصوص با برادر و خواهرت وابستگان پیوندان. موسفید نورانی نشسته بود، دست برادر رو گرفته. من حس کردم که این یا ترس دارد یا کمبودی دارد یا مثلا از همین با کسی قهری است. چندی بعد اون برادر رو پرسیدم که چی شد، چرا موسفید دست شما رو میگرفت؟ گفت کاش در تلفن ثبت میکردم و میدیدی. این موسفید تبرک چهره 77 ساله 10 سال باز با اکای خودش قهری است، عمر سپری شده است. اکاش چند ساله باشه. موسفید جوان رو التماس میکند که تو از دست من بگیر، خانه اکم ببر، من از پیش خودم رفتن نمیتونم. گویا تو ما رو آوردی. از دست این پیرمرد گرفته خانه اکش میبرد، دروازه رو تق تق میکند، صدا میدهد و خانه‌دار بیرون میاد. موسفید باز یک تبرک چهره دیگر مثل خودش نورانی میگه مهمان قبول میکنی؟ میگه مهمان اگر شما باشید نور دیده. میگه مهمان اساسی من نیستم، مهمان اساسی پشت درت است. از دست دادرش میگیرد، از در درون میکنه. اکش نزدیک آمده نگاه میکند، دو موسفید تبرک چهره نورانی ضعیف قامتی. اکا برادر را آغوش میگیرد، از پیشانیش بوسه میکند و با سخنان ضعیف و مهین میگوید ای به انصاف پیرم کردی، همین بین ما و تو چی گذشته است؟ 10 سال شد من راه تو را نگاه دارم. میگوید بیست. همسرش رو میگوید که اون باغچه‌ای که در تاقچه گذاشتم اونو بیار. همسرش میرد باغچه رو. این اکا که با عقل‌تر و با معرفت‌تر است، با مجرد 2-3 روز قهری بودن بازار میرود، برای این دادرش یک جامه و میانبند و تاقیه میخرد که برادر ما امروز یا فردا یا پس فردا از در ما میدارد. از کجا میداند که 10 سال عمر همین خیلی میگذرد؟ شخصی تا سحر در سر بیمار گریست، چون روز بشد خود بمرد و بیمار بزیست. جامه را میپوشاند، میانش رو میبندد، تاقی بر سرش میگذارد و از کتفش بوسه میکند. میگه بچم به خدا قسم اگر همیشه شب بمیرم در دلم آرمان ندارم. اکنون یقین کردم که مرده ما صاحب پیدا کرد. ای به انصاف بین ما و تو چی گذشته است؟ مرا تنها نگذار. من غیر تو کی را دارم؟ تو غیر ما کی را داری؟ این است که یک لبخند برادر و سوی برادر بالاتر است از 1000 سوزنداری طبیب. 1000 سوزنداری را دربار کردن نمیتواند. دکتر بالای سر موسفید برود چیکار کرده میتواند؟ با قرص دوا و سوزنداری توبت میشود. سوز از درون است. این باید ببخشد.